خب به نام خدا بچه عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجای کار رو با ما پیش اومده باشید. توی موضوع جانوری هستیم، رسیدیم به بخش سوم، روش‌های جابجا کننده مواد از عرض غشا یا ورود مواد به یافته و خروج از آن. ابتدای کاریم هنوز، امیدوارم که جلسه اول و دوم نگاه کرده باشید و اومده باشید جلو. ببین پیش خودتون نگید که آقا من سطح سازمانیابی حیات رو بلدم، نمیدونم غشا رو بلدم، پروتئین‌های غشایی رو بلدم، نمیدونم متابولیسم‌های مثلا محل متابولیسم اون اندامک‌های درون سلولی یا حالا اینا رو بحث روش‌های جابجا کننده انتشار ساده تحصیل شده اینا بالاخره یه زمانی بذارید. یک نکته هم اگر به شما اضافه بشه که مطمئنم بیشتر از یک نکته به هر کدوم از شما اضافه میشه، باز تو همین موضوعات آسون بازم یک نکته است، همون میاد تو کنکورتون و یه موقع شاید تو ذهنتون نبوده باشه تا الان. بریم با همین روش‌ها رو بررسی بکنیم. انتشار ساده تحصیل شده و اسموس انتقال فعال و اگزوسیتوز و آندوسیتوز که ویژه یافته‌های جانوریه. بعد هرچیاش هم با هم مطالعه می‌کنیم بچه‌ها. این قسمت‌ها که ان تموم بشه و به انتهای کار برسه، ببینید مثلا لیست حدود بافت‌های جانوری هم شروع می‌کنیم و بعد از بافت رو ان تموم کنیم، اون 4 تا بافت جانوری که داریم رو عصبی، مایچه‌ای حالا و در واقع تا آخر دیگه میریم سراغ آغازیان. یعنی شما این جلسه امروز رو نگاه کنید، یه جلسه دیگه هم براتون میفرستم که بافت‌ها رو کامل یاد بگیرید و نگاه بکنید و بررسی کنید و بعد ان شاءالله میریم سراغ آغازیان یک جلسه، باکتری‌ها یک جلسه یک بخش، بعد قارچ‌ها یک بخش و بعد دیگه بی‌مهرگان. اساس یعنی کار ما شروع میشه. آروم آروم پیش بیاید دیگه، آروم آروم با من پیش بیاید، بذارید تحت فشار هم قرار نگیرید، آروم آروم بچه‌ها پیش بیاید تا بتونیم ان شاءالله تستا رو هم حالا بعد از اینکه کامل تدریسات تموم شد یه چیز 700 800 تا هم تست براتون میزنم دیگه کار تمام بشه. خب بریم شروع کنیم بچه‌ها. بخش در واقع سوم رو در رابطه با روش‌های جابجا کننده مواد از عرض غشا صحبت میکنه. میدونید به صورت کلی بچه‌ها مواد رو ما وقتی میخوایم جابجا بکنیم، موادی که جابجا میشن یا مواد کوچکی هستند و یا مواد بزرگی در نظر گرفته میشن. اگر مواد کوچیکن، روش‌های جابجا کنندمون میشه انتشار تسهیل شده و اسموس که آب رو جابجا میکنه و همچنین انتقال فعالی که تو کتاب درسی اومده. اما روش‌های جابجا کننده مواد بزرگ، یکی آندوسیتوزه که میاره داخل، یکی اگزوسیتوزه که میبره بیرون. اینو یه دسته‌بندی کوچیکی رو ذهنتون داشته باشید. روش‌های انتشاری کلاً روش‌هایی هستن که انرژی زیستی مصرف نمی‌کنن. انرژی زیستی مثل ATP، مثل انرژی الکترون‌های پر انرژی، یکی از راه‌های تامین انرژی در زیست شناسی کتاب درسی شما ATPه. تو 12 خوندید، حالا اگر 12 فصل 5 باشید. الکترون‌های پر انرژی هم میتونن انرژی خودشون رو بدن به یک فرآیند مصرف کننده انرژی. بنابراین انتشارها یه چنین انرژی رو مصرف نمی‌کنن، انتقالمون یعنی انتقال فعال و اگزوسیتوز اندوزه اینو مصرف میکنه. بریم مطالعه کنیم. انتشار ساده میگه در این روش با مصرف انرژی جنبشی، ببین انرژی جنبشی نه زیستی، این بسیار مهمه. زیستی میشه ATP، میشه الکترون پر انرژی. با مصرف انرژی جنبشی و بدون استفاده از پروتئین های غشایی، یعنی هیچ پروتئین سراسری در غشا وجود نداره، مواد در جهت شیب غلظت به سمت محل کم تراکم میرن و در نهایت اون دو طرف با هم برابر میشن. این مثال ساده‌ای که میشه زد در رابطه با این. مثلا در نظر بگیرید ما الان توی این اتاق فکر کنیم مثلا 100 نفر آدم هستن، بیرون هم 20 نفر هستن. انسان ها، حالا اگر یک ماده در نظر بگیریم، این آدما تمایل دارن که از جای پر تراکم، یعنی 100 نفری که اینجا برن به سمت جایی که کم تراکمه، یعنی اون در واقع 20 نفر. تا کجا؟ تا زمانی که این به تعادل برسه. این 100 تا اون 20 تا میشه 120 تا. تعادل میشه 60. یعنی 60 تا اینجا 60 تا اونجا. موادم همینن. اکسیژن، دی اکسید کربن، اینا با انتشار ساده جابجا میشن. یعنی نتیجه انتشار ساده میشه برابری اون ماده انتشار یافته در دو طرف غشا. برابری اون ماده. از کجا مواد عبور میکنن؟ شکل رو نگاه کنید بچه‌ها. از لابلای فسفولیپیدهای غشایی. الان این غشا یاخته است، اینجا ما نشون داده. این ماده‌ای که داره از بیرون سلول میره در واقع درون. مثلا اگر اینجا 100 تا دونه باشه، یه ذره که زمان میگذره، زمان داره میگذره، گذر زمانه، مثلا میشه اینجا 70 تا، اینجا 30 تا، بعد از این مدت میشه 50 50 و در نهایت اون ماده ما که داره انتشار پیدا میکنه میتونه در واقع اینجوری باشه. در جهت شیب غلظت هم البته شیب غلظت یا شیب غلظت، حالا درست‌ترش بگیم شیب غلظت الکتروشیمیایی، یعنی شما از جایی که بیشترید برید جایی که کمترید.
مثال من بزنم براتون که این شیب غلظت رو هر موقع میگیم در جهت شیب غلظت بچه‌ها یعنی بدون مصرف انرژی، هر موقع میگیم در خلاف جهت شیب غلظت یعنی با مصرف انرژی. یه مثال من بزنم براتون. فکر کن یه توپی داریم، خب بذار من برگه سفید بیارم. یه تپه‌ای داریم که یک توپی قراره حالا بره بالا یا بیاد پایین. مثالی که حالا من همیشه هم برای بچه‌ها میذارم که کامل اینو داستان رو یاد بگیرن. این توپ ما میخواد بره بالا. شما ولش کنی بالا نمیره. یعنی باید یک انرژی مثل انرژی ATP رو مصرف کن تا بره بالا. ولی همین توپ رو این بالا ولش کنی پایین میره. بچه‌ها در خلاف جهت شیب غلظت میشه این، در جهت شیب غلظت میشه این. شما وقتی در خلاف جهت شیب غلظت دارید جابجا میشید حتما باید انرژی زیستی رو مصرف بکنید. ولی در جهت شیب غلظت نه، شما ول کنید این پایین میاد. بنابراین بچه‌ها یه سری کلمات هم‌معنی اینجا داریم. اگر بهتون گفتن در جهت شیب غلظت، منظور اینه که بدون مصرف انرژی زیستیه، یا منظور اینه که از جای پر تراکم داریم میریم به جای کم تراکم. اگر به شما گفتن در خلاف شیب غلظت، میگید خب با مصرف انرژی زیستیه و از جای کم تراکم داریم میریم به سمت جای پر تراکم. اینا حواستون باشه که در واقع اینا هم معنی هم با هم دیگه و توی تستا میتونن استفاده بکنن ازش. انتشار تسهیل شده بچه‌ها همون انتشاری که تسهیل شده. تسهیل یعنی چی؟ سهل یعنی آسان. به کمک چی آسان شده؟ شکل نگاه کنید. به کمک یک پروتئین. بچه‌ها این پروتئینی که اینجا دارید می‌بینید، بذارید من این پروتئینی که اینجا دارید می‌بینید یک پروتئین سراسریه. بنابراین هر دو لایه قشار رو عبور کرده. نگاه کنید. می‌بینید؟ بسیار بسیار نکته مهمیه. در این فرآیند با استفاده از انرژی باز هم جنبشی و این دفعه پروتئینی قشایی، مواد در جهت شیب غلظت حرکت کرده به سمت محل کم تراکم میروند. مثل همون انتشار ساده. در انتشار تسهیل شده پروتئین جابجا کننده لزوما تغییر شکل نمیدهد. خیلی فکر میکنن که این پروتئینه حتما باید تغییر شکل بده تا ماده رو عبور بده. نه، مثلا بچه‌ها اگر کانالش نیاز به تغییر شکل نداشته باشه دیگه تغییر شکل نمیده. این لزوما اینجوری نیست. دو تا هم عامل برات نوشتم که میتونه سرعت انتشار تسهیل شده رو برای ما تنظیم بکنه. بچه‌ها یکیش افزایش دماست. تا حدی خوبه. یعنی شما تا یه حدی دما رو که افزایش میدی، چه انتشار تسهیل شده، چه انتشار ساده، چه انتشار خوبه. چون برخورد مولکول‌ها با هم بیشتر میشه بچه‌ها و سرعت میره بالا تا حدی، تا یه دمای خاصی. ولی یه جایی به بعد انتشار تسهیل شده پروتئین داره. از یه جایی به بعد اون پروتئینش ساختار خودش رو از دست میده، بعد دیگه جابجایی صورت نمیگیره. یعنی تا یه حدی خوبه، بعد افت میکنه سرعت. تا حدی باعث افزایش سرعت، ببین میگه تا حدی باعث افزایش سرعت انتشار تسهیل شده میشود. دقت کنید که پروتئین ها به تغییرات دما حساسن. پروتئینی که اینجا داره کار میکنه و از آنجایی که انتشار تسهیل شده توسط پروتئین قشا صورت میگیرد، اگر افزایش دما از حدی بیشتر بشه پروتئین قشایی از بین میرن و دیگه سرعت افت میکنه. یعنی پروتئین دیگه یعنی کم کم پروتئینا شروع کنه از بین رفتن و این سرعت ما کاهش پیدا میکنه. این پروتئینی که اینجا دارید میبینید یک پروتئین در واقع جابجا کننده ماده است. اینم بچه جایگاه فعالیه که برای اون داریم در نظر میگیریم. برای اون ماده این جایگاه فعالیه که برای اون ماده داریم در نظر میگیریم. ماده میاد اینجا میشینه و بعد جابجا میشه. هم میتونه بیاد درون سلول، هم میتونه بره بیرون سلول، فرقی نمیکنه. افزایش اختلاف غلظت دو مولکول، مثلا گفتیم 120 بشه 1020 سرعت میره بالاتر، بشه 1,000,020 بازم بیشتر میشه سرعت ما. محدودیتی هم نداره بچه‌ها. تا زمانی که همه پروتئین های غشایی که جابجا کننده مولکول ما هستند مشغول فعالیت شوند، باعث افزایش سرعت انتشار تسهیل میشوند. ولی زمانی که ظرفیت همه پروتئین ها تکمیل شه بچه‌ها سرعت ثابت میشه، افت نمیکنه. یعنی مثلا من اگر بخوام نمودارش رو بکشم، ببینید الان بیایم اینجا با هم دو تا نمودار بکشیم. یک، نمودار تاثیر دما بر روی سرعت در فرایند انتشار تسهیل شده. یه دونه هم بچه‌ها نمودار تاثیر غلظت اون ماده، دوباره برای سرعت در فرایند انتشار تسهیل شده. ببین دما
میرید بالا بچه‌ها، دما میرید بالا، یه سرعتی داشته میگه صفر نیست. و خدمتتون بگم که تا یه حدی خوبه، دما میره بالا خوبه، بعد که دیگه به یه دمای خاصی میرسیم پروتئین‌ها از بین میرن و سرعت کاهش پیدا میکنه. اینجا بچه‌ها اون حد ماست. اینجا اون دمای حد اون 40 درجه 5 هر چی که اون پروتئین حساس باشه. غلظت بچه‌ها میرید بالا، پر که شد ثابت میشید. مثلا 1000 نفر آدم از این در بخوان خارج شن، خیلی که بخوام به خودشون فشار بیارن دو تا خارج میشن. 10,000 نفر هم باشن بازم دو تا، 100,000 نفر هم باشن بازم این ثابته دیگه. مگر اینکه اگر میخوای سرعت بره بالا باید چیکار کنید؟ یعنی اگر بخواید نمودار شما بشه این نمودار مثلا سبز رنگ، ببین میخواید سرعت اینجا تضییع شده مثلا اینجوری میخواد بره بالا، اینو باید چیکار کنید؟ اینو شما به من بگید. اینو شما برای در واقع اینستاگرامم بفرستید ببینم که چه جوریه. یه کاری میشه کرد. چه 12 باید بلد باشه. شما مثلا فکر کنید همین دره. این دوتا رو من توضیح دادم بهت. خب بریم سراغ روش بعدی، انتقال فعال. البته اول اسموز بعد انتقال فعال هستش. بچه‌ها اسموز خب می‌دونید مولکول‌های آب جابجا میشن، هم میتونه با پروتئین باشه هم میتونه بدون پروتئین باشه، هر دو تاش. ولی خب در جهتشه به غلظته. اون پروتئین‌های جابجا کننده آب رو بهش بگیم پروتئین‌های آکواپورین. شکلش رو تو گیاهی دیدید. تو فصل 7 دهم گفتار 3 شکل اول تو اون فصل، ولی اسمشو نه. پس میتونه هم با در واقع پروتئین جابجا بشه آب هم بدونش. حالا کار با اون داستان نداره. یه شکل اینجا کشیده، من میخوام اینو مثال بزنم برای شما، ساده کنم مثال رو تا فرآیند اسموز رو کامل بگیرید. نمیدونم چرا ولی اکثرا بچه‌ها فرآیند اسموز رو خیلی خوب بلد نیستن. ببین خوب یاد بگیر من چی دارم بهت میگم. دو تا محیط رو در نظر بگیرید. مثلا یک محیط آب خالص، مثلا 100 تا دونه مولکول آب تو این محیط هست. یک محیطی که آب و نمکه، آب و شکره، یعنی 100 تا دونه دیگه نیست، مثلا شده 20 تا دونه، مثلا 20 تا دونه مولکول آب، بقیه‌اش هم مثلا مولکول‌های مواد حل شوندن. پس اینجا بچه‌ها اینجا مقدار مواد حل شونده ما بالاست، اینجا مقدار مواد حل شونده ما چیه؟ پایینه. درسته؟ ببین بسیار بسیار نکته مهمیه. بیایید این دو تا منطقه رو با هم بررسی کنیم، با هم مقایسه کنیم، ببینیم داستان چیه و در واقع چه جوری این بررسی‌ها. بچه‌ها منطقه سیراب ما میشه اینجا. این منطقه نسبت به این منطقه سیراب، این منطقه نسبت به این منطقه تشنه است. مقدار آب بیشتری داره، سیراب‌تر از این آبش کمتره، تشنه‌تر میشه. در واقع منطقه پر آب ما اینجاست، منطقه کم آب ما اینجاست. اینجا میشه منطقه رقیق، اینجا میشه منطقه غلیظ. اینجا میشه منطقه‌ای که غلظت آب توش بالاست، اینجا میشه منطقه‌ای که غلظت آب توش چیه بچه‌ها؟ پایینه. خود غلظت رو بخوایم بگیم، اینجا که غلیظه منطقه‌ایه که غلظت مواد داخلش بالاست، اینجا منطقه‌ایه که توش غلظت مواد کمه. درسته؟ ببین مقایسه کنید، مقایسه بکنید. بسیار بسیار مقایسه برای ما مهمه، میخوایم ازش استفاده بکنیم. 100 تا آب اینجا داریم، اینجا 20 تا، اینجا میشه تشنه و سیراب. این مهمترین داستانیه که اینجا داریم. حالا چرا؟ من بهتون میگم. بچه‌ها وقتی یک نفر تشنه است تمایل داره که آب رو بگیره. مثلا من الان تشنه میشه میرم یه لیوان آب میریزم میخورم. منطقه تشنه هم همینه، یعنی منطقه تشنه من تمایل داره آب رو بگیره. پس آب از منطقه‌ای که مقدار مواد حل شونده‌اش کمه میره جایی که مقدار مواد حل شونده‌اش زیاده، از منطقه سیراب میره جای تشنه، از منطقه پرآب میره جای کم آب، از منطقه رقیق میره جای غلیظ، از منطقه‌ای که غلظت آبش بالاست میره جایی که غلظت آب پایینه. بچه‌ها اینو میتونیم با کلمه پتانسیل آب هم بررسی بکنیم. غلظت آب پایین یعنی پتانسیل آب پایین، غلظت آب بالا یعنی پتانسیل آب بالا، یعنی زور آب زیاده. از منطقه‌ای که غلظت مواد توش کمه میره جایی که غلظت مواد توش بیشتره. این میشه اسموز. الان ما به این جابجایی میگیم اسموز. اما یه نکته، خیلی از بچه‌ها اینجا بحث فشار اسموزی رو نمیدونن. بچه‌ها فشار اسموزی کتاب میگه فشاری که باعث توقف کامل اسموز میشود. من چی میگم؟
من میگم تمایل به جذب آب. الان بین این منطقه و این منطقه تمایل به جذب آب کدوم بیشتره؟ اینور. آفرین. بنابراین اینجا فشار اسموزی من بالاست، اینجا فشار اسموزی من چیه؟ پایینه. پس از منطقه‌ای که فشار اسموزی پایینه آب حرکت میکنه میره منطقه‌ای که فشار اسموزی بالاست. ببین اسموز رو یک بار برای همیشه یاد بگیرید. وقتی میخواید مقایسه بکنید بچه‌ها، مثلا میخواید بدن یه ماهی رو با آبی که توش قرار گرفته مقایسه کنید. مثلا ماهی آب شیرین. آب شیرین آبیه که مقدار مواد هشت‌مندش کمه. پس بین این دوتا کدوم میشه آب شیرین؟ این میشه ماهیه. پس آب از بیرون میره تو بدن ماهی. آها. و اینجوری مقایسه کنید. یعنی اون دو تا محیط رو با هم مقایسه کنید. کدوم پر آبتره کدوم کم آبتره. خیلی ساده است اسموز. حالا نکته من بگم بچه‌ها، اگر بخواید فشار اسموزی رو تغییر بدید، شما باید مقدار مواد حل شونده اون رو کم و زیاد بکنید. ببین فکر کن شما یه ظرف آب دارید، خب، که مثلا یه مقدار از اینم پر آبه، مثلا تا اینجا آب ریخته شده تو این الان آب خالصه، مثلا آب خالص. بچه‌ها اگر اینو بیاید یه مقدارشو تخلیه کنید، خالی کنید، یعنی مثلا این حالت 1 ما باشه، این حالت 2 ما باشه، مثلا نصفش کنید. خب فشار اسموزی چه تغییر میکنه؟ هیچ. چیز رو حل نکردیم در این. اگر این حالت 1 من باشه، این حالت 2 من باشه، اتفاق نمیفته. اتفاق نمیفته. شما چیزی حل نکردید، کسی رو تشنه تر نکردید. همون فکر کنم مثلا یه بطری آب داریم اون خالی میکنه، فشار تغییر میکنه؟ هیچ. ولی اگر میخواید فشار اسموزی رو تغییر بدید بچه‌ها، حواستون باشه یه چیزی حل کنید توش. مثلا نمک توش حل کنید. حل کردن یک ماده توی این باعث میشه که فشار اسموزیش افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون دارید اون منطقه رو تشنه تر میکنید. نسبت به حالت عادی دارید اون منطقه رو چیکار میکنید؟ تشنه تر. این بسیار بسیار نکته مهمه. اگر چیزی رو مثلا این ماژیک من رو بذارید این تو، حل نمیشه که اونجا در لحظه. حالا کاری باز مثلا 500 سال دیگه نداره، اون لحظه که حل نمیشه که. بنابراین این وقتی حل نمیشه تغییری هم در فشار اسموزی ایجاد نمیکنه. این بسیار نکته مهمیه. حواستون باشه که از این نکات استنباطی هم ممکنه توی تست استفاده بکنن. انتقال فعال شکلا بچه‌ها همون چیزی که من به شما گفتم. فقط حواستون باشه برای اسموز یه قشا نیاز دارید با نفوذپذیری انتخابی یا حالت نیمه تراوا، یعنی مثلا اجازه بده آب جابجا بشه فقط. حالا تو آزمایشگاه ها مثلا میتونیم از کاغذ صافی استفاده کنیم. یعنی کاغذ صافی یک قشا با توانایی حالا در واقع نفوذپذیری نسبی یا جابجا کننده مواد حالا به صورت انتخابی هستش. انتقال فعال این بچه‌ها در خلاف جهت شیب غلظته. بنابراین پروتئینی که استفاده میکنه داره انرژی زیستی رو مصرف میکنه. انرژی زیستی میتونه ATP باشه، بر 3 کتاب دهم، بر 3 کتاب 12 میتونه الکترون های پر انرژی هم باشه. بسیار مهمه، همین الان یاد بگیریدش. از منطقه کم غلظت مواد رو میدیم منطقه پر غلظت، اینجوری. این دیگه تعادلی رو برای ما ایجاد نمیکنه، بدتر تعادل رو داره برهم هم میزنه. مثلا اگر بوده 10-20 بعد میشه 5-25 مثلا، بعدا میشه 1-29. یعنی این رفته رفته داره اختلاف غلظت رو برای ما چیکار میکنه؟ بدترش میکنه، یعنی بیشترش میکنه. درست شد؟ این حواستون باشه. پروتئینی که اینجا داره استفاده میشه بچه‌ها پروتئین سراسریه. اینم میتونه در حین جابجا کردن مواد در واقع یه تغییراتی رو ایجاد بکنه. اگزوسیتوز و آندوسیتوز. اولا که بچه‌ها برای مولکول‌های درشت اگزو و آندو در یافته‌های جانوریه، شما تو یافته‌های دیگه اون رو نمی‌بینید. ریزکیسه حتما باید تشکیل بشه بچه‌ها و برای ریزکیسه ATP رو مصرف می‌کنید. برای ساخته شدن ریزکیسه ATP رو مصرف می‌کنه. انرژیش هم زیستیه، یعنی ATP. اینجا بچه‌ها انرژی فقط ATPه. یعنی دیگه اینجا رو کتاب چیز دیگه به ما نگفت. فقط این نکته من به شما بگم. یعنی این همیشه برخلاف شیب غلظته؟ نه. بچه‌ها همیشه برخلاف شیب غلظت نیست. بر اساس نیاز یافته است. آندوسیتوز مواد میاره داخل بر اساس نیاز، حالا یا در جهت یا در خلاف جهت. اگزو میده بیرون
بر اساس نیاز، یعنی یا در جهت یا در خلاف جهت. این نیازه مهمه. ولی اون ATP که مصرف میکنیم برای ساختن اون ریسکیسه است. شکل رو نگاه کنید یه لحظه بچه‌ها. شکل رو نگاه کنید. بذار من این قلمم رو قرمز بکنم. نگاه کنید. توی یه ریسکیسه‌ای موادی جمع شدن مولکول‌های درشت، رفتن چسبیدن به غشا و بعد خارج شدن. یعنی این شکلی اگر به ما اگزو رو نشون میده، داره به ما میگه سطح مساحت غشا داره افزایش پیدا میکنه. یه چیزی رو به غشا اضافه کردیم. اما اینجا وقتی شما میاد مواد رو میذارید داخل و بعد میارید توی سلول، بچه‌ها اینجا یه چیزی رو دارید میکنید. یعنی در اندوسیتوز سطح مساحت غشا چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. یه نکته هم بگم، کربوهیدرات‌های غشایی کجا قرار میگرفتن؟ توی سطح خارجی غشا، یعنی اینجا بچه‌ها، اینجاها درسته؟ وقتی ریسکیسه رو میسازیم میاد اینجا، یعنی قبل از ساخته شدن ریسکیسه این بالا بچه‌ها کربوهیدرات تو بخش بیرونی قرار میگیره، بعدش کربوهیدرات میاد تو سمت داخلی این ریسکیسه قرار میگیره. خیلی مهمه. یعنی شما قبل اینکه ریسکیسه رو بسازید کربوهیدرات اگه بگن کجاست میگید در بخش خارجی غشا. بعد که ریسکیسه رو ساختید اگر بگن کجاست میگید خب الان اومده در سطح درونی ریسکیسه قرار گرفته این کربوهیدرات‌های ما. این حواستون باشه، بسیار بسیار نکته مهمیه. چند تا هم بچه‌ها مثال زدیم از روش اگزوسیتوز و اندوسیتوز. حالا اگر دانش آموز دهم باشید ممکن اینا رو بلد نباشید، ولی حالا من از کلی کتاب‌ها آوردم. پادتن رو با اگزوسیتوز خارج می‌کنیم از سلول ترشح کننده. پرفورین رو همچنین. غدد بزاقی اگر قرار بزاق ترشح کنن با اگزو میدن بیرون. پروتئین‌های بزرگ و درشت مولکول‌ها با اگزو، هورمون‌ها با اگزو. اینترفرون نوع 1 و 2 تو ایمنی فصل 5 بهتون درس دادم با اگزو. هیستامین با اگزو میره بیرون. ناقل عصبی هم با اگزوسیتوز میره بیرون. مواد ترشحی هم از هر غده‌ای بخوان ترشح بشن با اگزو میرن بیرون. اینا در واقع تمام اگزوسیتوز کتاب درسی. اندوسیتوز پارامسی بخواد ماده‌ای رو بگیره بچه‌ها با اندو میتونه این کارو انجام بده. اندوسیتوز مواد در اسفنج، سلول‌های اسفنج میتونن این کارو انجام بدن. ناقل عصبی به یافته پیستیناپسی وقتی میخوایم جمعش کنیم با اندوسیتوز. اندوسیتوز ذرات خارج توسط هیدر و چه سری سلولا داشتن دو قشایی بودن اونا. و همچنین اندوسیتوز درشتخوارها، نوتروفیل‌ها، یافته‌های دندریتی و ماستوسیت‌ها. بچه‌ها اصطلاحاً به اینا میگفتیم بیگانه خوارها. به این مدل اندوسیتوز اینها میگیم فاگوسیتوز. بچه‌ها یک مدل از در واقع اندوسیتوزه. خود اندوسیتوز چند تا مدل داره. حالا شما انواعش رو نمیخونید ولی بدونید فاگوسیتوز یک نوع از اندوسیتوز هستش. بسیار بسیار نکته مهمیه. مثلا پینوسیتوز هم داریم. حالا اینا ان شاءالله دانشگاه رفته میتونید مطالعه بکنید. خب این هم میشه از داستان در واقع این بخش. حتما بچه‌ها آروم آروم بشینید مطالعه کنید، شکل رو نگاه بکنید. نیازی نیست دیگه حالا تدریس دیگه ای رو برید بخونید یا ببینید، این کافیه در همین حد. این نکات هم تکمیل کننده است. بریم ما هم ببینیم که داستان چیه. هر روش جابجا کننده مواد بچه‌ها 6 تا روش داریم. انتشار ساده، تسهیل شده، اسموس، انتقال فعال، اگزو و اون 6 تا. وقتی میگه هر، حواستون باشه. در آن مولکول‌ها از جای پرغلظت میرن کم غلظت، یعنی در جهت. انتشارها ساده، تسهیل شده، اسموس و اون اگزو آندویی که در جهته میتونه باشه. در جهتش چه به غلظت صورت میگیرد؟ همینی که گفتم دوباره. بدون مصرف انرژی بچه‌ها، بازم همین، اینا هم معنیه. در نتیجه اون غلظت برابر میشه بچه‌ها، میشه انتشارها. انتشار ساده، تسهیل شده و در واقع انتشار مواد آب، مولکول‌های آب که بهش میگیم اسموس. مولکول‌های مانند اکسیژن، کربن دی اکسید جابجا میشن. انتشار ساده. مولکول‌ها بر اساس انرژی جنبشی جابجا میشن. انتشارها از دو لایه فسفولیپیدی مواد عبور میکنن. انتشار ساده. البته اسموزی که بچه‌ها پروتئین استفاده نکنه هم میتونیم در نظر بگیریم اینجا. اغلب مواد محلول در خون طی آن جابجا میشوند. بچه‌ها بازم انتشار ساده. اغلب موادی که در خون محلول هستن با انتشار ساده جابجا میشن. از پروتئین برای جابجا کردن استفاده میکنن، تسهیل شده و انتقال فعال. انواع، حالا اسموز هم میتونید بگیرید دیگه، اسموزی که پروتئین استفاده کنه. انواع کانال‌های عبور دهنده مواد برای جابجایی استفاده میکنن. کانال‌های عبور دهنده منظور پروتئین همینه. انتشار تسهیل شده، انتقال فعال
اسموزی که از پروتئین استفاده میکنه. تعداد معینی از یک ماده را میتواند جابجا کند. بچه‌ها تعداد معینی، اونی که با پروتئینه، چون این پروتئین اگر مثلا 2 تا دونه باشه تعداد معینی نمیتونه جابجا کنه دیگه. انتقال فعال، انتشار تحصیل شده، اسموزی که پروتئین داره. پروتئین استفاده شده میتونه دارای دریچه باشه، بازم انتشار تحصیل شده. افزایش دما تا حدودی موجب افزایش آن میشود، تا حدودی انتشار تحصیل شده. بچه‌ها افزایش دما تاثیر داشت. افزایش بیش از حد دم باعث کاهش میشه، بازم همونایی که پروتئین استفاده میکنن ها بچه، اینا همش اونایی که پروتئین استفاده میکنه. انتقال فعال هم میتونید بگیرید دیگه، اسموزه هم میتونید بگیرید. منظورمون سه تاست. اختلاف غلظت ماده بین دو سوی غشا مؤثر بر آن است. بچه‌ها اختلاف غلظت اونی که در واقع انتشاریه، هر چه اختلاف غلظت بیشتر باشه اونم انتشار ساده تحصیل شده و در واقع حالا انتشار مولکول‌های آب. گستردگی غشا یافته از عوامل مؤثر بر سرعت آن است. هر چقدر گسترده تر بیشتر. بچه‌ها هر چقدر گسترده تر باشه انتشار رو میتونید بگیریم، پروتئین دارها رو هم میتونید بگیرید، چون هر چقدر گستردگی بیشتر پروتئینات بیشتر میشه دیگه. باعث جابجایی آب از غشای با تروایی نسبی میشود. اسموز بچه‌ها. فشار لازم برای توقف آن را فشار اسموزی میگن. اسموز. مولکول‌های آب از جای رقیق میرن غلیظ. اسموز. سیراب به محل تشنه. اسموز. به مقدار مواد حل شونده بستگی داره. اسموز. از محلی با فشار اسموزی پایین یعنی پر آب میریم مثلا جای فشار بالاست. اسموز بچه‌ها. هر چه اختلاف غلظت محلول ها بیشتر، بازم اسموز. اختلاف غلظت محلول ها، اینجا دیگه داره در مورد آب صحبت میکنه، این حواستون باشه. در صورت بالا رفتن اختلاف غلظت محلول سریعتر اتفاق میافتد، بازم اسموز. ببین چه نکاتی رو من اینجا براتون نوشتم، همین میتونه یک نکته باشه. مواد برخلاف بشه به غلظت به کمک یک پروتئین برخلاف با پروتئین انتقال فعال در طی انجام با ایجاد تغییراتی در پروتئین همراه است. بچه‌ها بازم میتونیم بگیم انتقال فعال یا انتشار تحصیل شده ممکنه. ذره بزرگ جابجا میشه، اگزواندو ریسکیسه تشکیل میشه. اگزواندو میتونه در جهت باشه یا در خلاف. اگزواندو برای انجام تنها از ATP استفاده میکنه. اگزواندو انتقال فعال الکترون هم داشت. در طی آن سطح مسطح غشا افزایش پیدا میکند. اگزو کاهش پیدا میکند. آندو تمام. ببینید بسیار بسیار زیبا و قشنگ موضوع. بخونید تا ان شاءالله بتونید مطلب رو کامل یاد بگیرید. موضوع بعدی ما بچه‌ها جلسه بعدی بافت‌های بدن انسانه. حالا اگر دوست دارید یه پیشخوانی هم بکنید، اینجا بچه‌ها تعداد هرچیامون بیشتره، فکر کنم به 70 80 تا برسه دیگه. ان شاءالله حالا جلسه بعدش هم که میریم سراغ آغازی‌ها. امیدوارم که استفاده کرده باشید. خسته نباشید. تا جلسه بعد، خداحافظ.